حقیقتی رو برات روشن کنه. تفاوت کسی که دوره کمک‌های اولیه رو گذرانده و تفاوت کسی که هیچ اطلاعاتی از کمک‌های اولیه نداره. میدونم که حقیقت تلخیه، ولی خب واقعیت. تصور کن یکی از عزیزان دچار حمله قلبی شده و روی زمین افتاده. کسی که آشنایی با دوره کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی رو داره، فضا رو مدیریت میکنه تا زمانی که اورژانس خودش رو برسونه و حتی میتونه جون اون آدم رو نجات بده. و اما کسی که هیچ دانشی از کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی رو نداره، استرس میگیره، نمیتونه شرایط رو مدیریت کنه و اون گلدن تایم رو از دست میده. و حتی در بیشتر مواقع ممکنه که جون عزیزتون رو از دست بدید. با یک تصمیم کوچیک میتونی نقش مهمی در زندگی عزیزانت داشته باشی.